مجید کی اومده بود؟ مهم نیست، از شرکت آمده بودم. فهمو. با فکرم از صحبت دیر مونده. بیا رفتیم، صحبت نام آغاز می اومد. رفتیم. یوسمان گمزن چی شد؟ بیا رفتیم بخیر. مجید شما کجا شده؟ از شما عذر می‌خواهم. پسرم خوب هستی؟ بله خوبم مادر. چی شد؟ از چیزی دیر ماندم؟ مجید بعدی شنیدنت باوریت نمی‌آید. بله گوش میکنم شما رو. سلیم اگر خواهی گپ زد نه این مسئله رو با من بس نمونید. بودگی زود گپ زنی؟ من گپ میزنم. بخشش با فکرم چی گپی است که بسیار خوب است. تو رو تبریک میکنم با پیلین همکار میشوید. این خبری خوش است. شما با هم دیگر شریکانی خوب میشوید. چه خیلی وقت من نفهمیدم. شرکت نام بر ذمه تو و پیلین گذاشته میشود. شهریه دخترم. مادر دختر جون خوش آمدی دخترم. جگر بندم. مادر جان خوش آمدی جانم. من خیلی تو جستم، خیلی یادت کردم. میدونم خبردار شدم. برای چی با من بخوردن نخواستی؟ مادر خوبش شهریه التجا میکنم منش دیگر هیچ چیز نمیپرسم. نرم مرا تنها نگذار. کی آمد گلتیه؟ دخترم آمده است اگر. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. شهریه دخترم دستی تقویت رو بوسه بکن. شهریه خسته شده است. بگذار استراحت کنه. راست نگوید. از برای خدا یوسمان گپ زن چی شد؟ مجید یکون گپی بد گفت یا اینکه دستمان در دستش نبوده است؟ دوگانه تو برای همین غمگین شده ای. تو او را در بحر افتانده ای. از برای خدا یگان چیز گوی آخیر یوسمان. دستبانو در دستی مجید است فخریه. نداد دستمانو رو؟ نداد. برای چی؟ برای دستبانو رو گرفتنم میخواد که یک شب به کشتی آیم. وای دیوانه است مگر؟ خدایا تعالی. بیا دخترم بیا. تو اینجا با فهریه و یوسمان نشین. بمنده تو با آنها نشین. من بعدتر و نزدتون میویم. دخترها بینید شهریه آمده است. وای یوسمان وای فهریه صحبت کنید. من حاضر میویم. گذر دخترم گذر یوسمان گیرین برو. خوب هسته؟
خورای گلوتین است. فقط زنگ همین نمیرسید. وقتی اگر بازم زنه چی؟ من در نزد تریزه تو ایستادم. تو از تریزه نگاه نکنی و هیچ کجا نمیروم. چی کار میکنی فخریه؟ نمیدونم یوسومن. کجا شدی یوسومن؟ خوشبخت باش گلده. بعد اینقدر سال بعد اینقدر سالها دخترم اومد. باز چی بخواهم؟ پدرش میداند که او در اینجاست همیخیل نه؟ پیش از خانه در اومدنش همین رو پرسیدم اکا. وای تو رو کم عذاب نداده است. برای همین نمیخواهم بار دیگر ما را ناراحت سازد. دخترم با من است اگر و نزد من اومده است و پیش مادرش. شهریه دیگر دختری 4 ساله نیست اگر نمیبینید؟ دختری کلون شده است. با هر کسی که میخواهد با همون میستد. اگر با مادرش ماندن خواهد با مادرش میماند. برای در اینجا ماندن شهریار رازگی پدرش لازم گلده. با راهی دیگر نمیشود. یگان چیز نویس اکنون. می نویسم که تو رو دیدم نمیخواهم. بی عقلی نکنی یوسومن. اگر این خیل نویسی وی تماما از نزد خانه دور نمی شود. نویس که پدرم در نزمان است. پگاه میبینیم. مالش. کجا شدی یوسومن؟ از تریزه نگاه کن. تو نگاه نکنی نمیروم. فخریه او نمیرود. دوست می‌دارم. پگاه می‌بینی. این چقدر زیبا بوده است. عشق به آخر است. همه وقت وجود دارد. برای عشق چیزی مانع شدن نمیتواند.
عشق همه وقت همراهم است، در قلبم است. مدرم که خوب رفت. خیلی شد. چند شب شد که تو سحر خوب نکرده بود. وقتی که با اصلیه گپ زنون کرد آرام شده خوابش. اصلی چی است؟ خوب است؟ خوب است. با تو سلام گفت. اصلیه رو بینه از همه مچقام بر اومد. تو و یوسمان رو انتظار نشد حتی. حالا خیلی انتظار خواهید شد. شمسی بین تو و یوسمان چی گپ است؟ یک مسافه وجود دارد اپا. مسافه خیلی دور. تو چند من نزدیک میشوم و همو خدر دور شدن میگیرد. وقتای آخر یوسمان هم احوالش خوب نیست. او رو به حالش بذار کمتر. او رو فهم. شمسی برای به خود آمدنش کمتر برای وقت من ده. دیگر وقت ندارم اپا. یوسمان رو از دست میدهم. من نمیفهمم تو رو چرا اینقدر سراسیمه ای؟ ماجی در جیغلو. حالا میبینی من خیلی راهبری خوب میشوم. همه درباره من حرف میزنند. با من فرقی ندارد درباره تو حرف میزنند یا نه پیلین جان. تو چیزی گفتی مگر؟ میتوانم من این روزنامه ها رو گیرم؟ نمیشود. ای تو بخیل. تو از خوردیت همین خیل بودی. یگاه چیزت رو به کسی نمیدودی. نفهمیدم ماجی. در کشتی ها میخونی یوسمان. پگاه شب زد. اگر دیر کنی این دستمانه جویی که تو افتیده بودی همونجا میافتد. مایلش با من این روزنامه ها لازم نیست. چیزی لازمی هم رو از اینترنت میابم. به وی زنگ نمیزنم اکا. شهریه تا امروز در زیر نظارت او بود و حق دارد داند که دخترش در کجاست، با کی و در خانه کی. چی یگون راه دیگر ندارد مگر؟ راه دیگرش نیست گلتیر. شهریه مسافر است، بگذار امشب مهمانی ما شود. مسافر؟ مادامی که دختری من اینجا مسافر است، پس من کی هستم؟ سالهای سال دایه یاسمن و خدمتگاری شما بودم مگر؟ صد حیف. من مجبور شدم که این سخنها رو بگویم. من پنجره را گشودم، تو باشی در را گشودی. تو بهترینی. بخیر است پیری؟ خودت به خودت گپ زدن رو سر کردی؟ نه جونم. ماجی این خیلی زیبا است. پیلی
التجا میکنم از کجای گرفتی همونجا بذار. نمیگذارم. پیلین با تو میگویم از جایی که گرفتی برده به همونجا مان. مایلش با تو دروغ نمیگویم. میدونم این انگشترین رو پیش از شب نشینیم و خریده بودی. من فکر کردم که تو این رو با من تحفه میکنی، اما معلوم شد که این دختری که با تو ناشناس شده بود این رو قبول نکرد. خطا فهمیده ای. مایلش من دیگر گپ رو دراز نمی کنم. کنی حقیقت رو شنویم. پیلین از برای ثواب بس کن. برای کی خریدی انگشتری رو مجید؟ مثلا با یاسومن بوده میتواند. چی فکر کردی؟ با چه قرار اومدی؟ نمیدونم فخریه، نمیدونم که از این مشکلی چه خیلی برایم. حاضر باید به خونه چنان درویم که پدرم در اومدنم رو نبینند. نمیدونم. از کجا به سری تو چنین فکرها می آیم؟ و دختری که یک شب دیدم انگشتری توفه کنم. یاسومن کیست و من کیستم؟ مجید میبخشی، من کمی گپای نو خوب گفتم. اولا دیشه بد گفتار. مایلش میگذارم. وقتش که اومد در نصیبی کدامی که باشد به همان میدهی فهمون. مجید التجا میکنم مرا ببخش. خی کمی بیعقلی کردم. این انگشترین رو با دختری که خانه دار میشوم خریدم تا آن وقت در دست مادرم نیستم. راست میگویی؟ فرصت نیافتم که به مادرم دهم این را. پیلین به کجا؟ کیستی؟ شهریه؟ چی گفتنم رو نمیدونم. در حیرت موندم. خیلی ارزنده است. واقعا شاهانه است. بله زیبا است. با تو میزیبد. تشکری زیاد. مجید از کجا به سرت این فکر اومد؟ با پدرم یک جای فکر کردیم. در اصل پدرم میخواست که گردنبندی روبیندار خرد، اما متاسفانه گردنبند رو فروختند. دوامش رو شما فهمونید پدر؟ غمگین نشوید، با فکری من خیلی قیمت باو است. بله همینطور. چنین است. دیر باز میخواستم که یگان توفه ارزنده خرم. بهترینش را برای همسرم تا اینکه دیگران حواسش را خورم. وقتی که من خواستم انگشترینی که آینده به همسرم توفه میکنم تا توی در دستی مادرم باشد، پدرم از گرفتن گردنبند به شما دست کشید. اما انگشترین رو من انتخاب کردم. بله درست است. این انتخاب پسرم است.
تشکر زیاد کریم. تشکر به هر دویتان. در حقیقت فکر اولی جناب کرده اید. این انگشترین در آینده از نام من با کلینم تحفه خواهد شد. خیلی زیبیده است. مجید، تو در حقیقت رومانتیک بوده ای. در مد اول تحفه اولت رو به مادرت، بعداً به دختری که آینده همسرت می شود. با فکرم اینجا خاله خودتان رو به آن انگشترین عادت نکنونید. آن رو برای شما امانت گذاشتند. ببینیم که انگشترین شاهانه نصیب کدام دختر می شده باشد. تو چند ساله ای؟ نپرس. از تو کلانم. بگوی که تو این وقت در کجا بودی؟ یعنی با کی زندگی میکردی؟ شهریه با پدرش زندگی میکرد. اکنون او با ما زندگی میکند. همین خیلی نه دخترم. نه به یگان جا نمی روی. الما جان چرا در این باره یگان بار گپ نزدید؟ عیب نیست مادر جان. در باره من گپ نزده اید؟ یا اینکه مرا فراموش کرده؟ مگر میتوانم که تو رو فراموش کنم؟ فراموش کردن دیگر است. در باره تو گپ زدن دیگر است. شهریه دخترم، روزه نبود که در باره تو فکر نکرده باشم، اما وقتی که در این باره سخن گفتن میخوی گریه گلوگیرت میکند و تو هیچ چیز گفتن نمیتوان. یاسومان، من برای لباسای خود رو آویزان کردم. کمی لباسای تو رو یک طرف گذاشتم. هیچ گپ نه؟ هیچ گپ نه. باید به تو گویم که خیالهای خامت رو بس کنی، اما میبینم که از راحت برگشتنی نیستی. التجا میکنم تابم رو خیره نکن. پلین، گلرو، تو خودت دیدی چه خیلی اون انگشترین به دست من راست آمده. پلین به خود بیو. گوش کن، یگان روز از پشت این خیالهایت احوالت بد میشود. تو چی میخوای گلرو؟ من نمیخواهم تو از گپای من مانده شوی پلین. هر روز خودت به خودت چه نقشه هایی میکشی برای آینده؟ من گوش کن گلرو، امروز برای کشودن شرکتی نو گپ از من و مجید رفت. مگر این احتمالی با من یک جا شدنش نیست؟ حالا میبینی انگشترینی که در دستی خاله اینجا است یک روز در دستی من میشود. پلین، من تو رو رنجوندن نمیخواهم، اما این خیل باشد نرنجون. ایستو، بیا بیا کم میزنی در دلت نماند. شهریه، به
تو یک سوال میدیم، فقط نگوی که برای چی این سوال رو میدهیم. چی بوده است؟ با من رقم تلفنی پدرت رو میدی؟ بخیر است، یاد کردید. استغفرالله. تقوید آدمی جدی، برای همین پرسیدم. با او چی کار دارد؟ از پدرم حجت طلب میکند. نه دخترم، فقط که به اجازت پدرش با ما ایستادن شهریه خوب نمیشود میگوید. تو رقم تلفنی او رو با من بده، من باید با او صحبت کنم. نمیدهم. برای اون که پدرم مردند. شما رو در یک شرکت یک جا نمودند تا اینکه با مجید خانه دار شوی. این تو رو ناراحت نمیسازد؟ نه، برای آن که این عاشقی شده نمیتواند پیلی، این تنها همکاری شده میتواند. من با مجید خانه دار شدن میخواهم، ولی با کدام راه به من فرق ندارد. هلین، التجا میکنم مرا گوش کن. این خیل نمیشود، با این راه خانه دار نمیشوند. خوب فکر کن. فکر کردم گلرو، فکر کردم. امشب در اتاق مجید آن انگشترین را دیدم، پس فکر کردم که برای کسی دیگر گرفته است. کمی مانده بود که عقلم رو خورده بودم. برای من مردم به هست، میفهمی؟ برای من مردم به هست. من نخواستم به شما گویم، اما مرا مجبور کردید. خیر، هیچ گپ نه. کی مرد؟ بعد 1 ماه سال می شود. چه خیلی شد این کار؟ خوب می شود در این باره گپ نزنیم. نه نمی شود، من دانستن می خواهم. خوب می شود حاضر گپ زنیم. سوخته مرد. این خیلی عذاب است. نه، اونقدر عذاب نکشید. یعنی از گاز مرد، در حال از دنیا گذشت. گفتند اونقدر عذاب نکشیده مرد. در اصل عذاب رو من کشیدم، به پدر و مادر. مرده رو بد گفتن خوب نیست. یاسمن، بیچاره دختری من، هم به پدر هم به مادر. یاسمن، پدرت حاضر پرسید که تو دستبانه رو پیدا کردی؟ پیدا کردم ماما جان، آن در دستم. خدا رو شکر، اقلا از این خلاص شدیم. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.
توی آخر کم گفت شده یگان کم بودی داری پسرم؟ همش خوب. با یاسومان جنجال کردی؟ من رفته بینم کی است. یاسومان دختری خوب بفهم است، اما وقتهای آخر تغییر یافته است. پیشی خیلی نبود، البته یگان گفت شدگیست. مادر، یگان گپی بد نگفتم پسرم. من نمیخوام که شما درباره یاسومان یگان گپ خوب یا بد گویید. این را گیر در آب میخوری. مادر، گیر گفتم. صبح بخیر نزاکت اپا. صبح بخیر. تو چه خیر؟ شمسی حالا نرفته است؟ نه نرفته است. اوه بخیر است در این صبحی سودی. کدام تیار کرده است؟ دستش درد رو میده. تو رو خوش دومنت دوست میداشته است. من خونه دار میشم و دیگرش کار ندارم. دوست میدارد نمیدارد کاری آنها. جهان چرا با کار نرفتی؟ این روز استراحتم. خدای توبه. جورا جان مرا همراهت به مکتب میبری؟ شکر میکنی در مکتب زیق میشوی. تو دیوانه چرا زیق میشوم؟ یا توبه شاید یگان نزدیک پیدا میکنم. ها نمیشود. نزاکت اپا از این یگان فایدهش نیست. برای من یگان دختری خوب یافته میتوانی. دختری باشد که از عهده همه کارا برای رفتیم زیبا باشد. مایلش اپا. نزاکت اپا التماس گپی مرا فراموش نکنید. اپا تو بزید. چرا تل میدهی؟ خدای توبه. فراموش نمیکنم. شب نقص خوب رفتی؟ نقص خوب رفتم. با فکرم تو آنقدر نقص خوب نکردی. من خوب هم باشم هوشیار هستم. همه چیز رو میشنوم. تمام شب این طرف آن طرف گشتی. بخیر است؟ خوبم نبرد. بعضا همین خیلی میشود. از دوست داشته جدا شدی؟ الو؟ اصلیه؟ با من جانکم خواهرکم ما همه خوب هستیم. مادرم هم خوب. اصلیه دختر جانم تو چه خیل هستی؟ گپ زن آوازی وحینت رو شنوم. مادر جان من شما رو خیلی یاد کردم. خواهر نشوید مادر جان همه خوب است. یا گوش کن با تو چی میگویم؟ یا شما به خانه ما بیایید یا اینکه ما به خانه شما. شما نایید مادر جان. من خیلی خونه را یاد کردم. این خیل باشد پگاه به خانه بیا. پگاه بیایم؟ بله. مایلش شما رو میبوسم مادر جان. بخیر است؟ و کجا میروی؟ پگاه به خونه من میروم. آنها رو خیلی یاد کردم. از شوهرت اجازت پرسیدی؟ اجازت؟ نیرنگوزی برای خاندار شدن دیگر و خانداری دیگر. لبای؟ اوش شود مادر جان. اوش من میکشویم. شوخی میکنم خدای توبه. من واقعا نمیدونم براسی. چرا نمیدونی؟ عجایب تو کی هستی؟ بخیر است. صبحی صادق شوخی داری؟ سلام. سلام. با فکرم مهمون داریم. شناس شوید. شمسی جهان فداکارون محله هم با آدمان سردی رخ می شود و بعضا با آنها تهدید هم می کنند. اگر لازم شود تا سحر در نزدیک پاسبان شده پاسبانی کنند. خیلی بجرأت بودن. شهریه دختری امان. شهریه نامت به خودت زیبنده است.
شب برآمده میتوانی؟ نمیتوانم. شب گذشته با این بخوری داشتی. دوست داشتت همین بود است. شمسی با خونه دارم پسرم. شمسی شهریه مامان چی شد؟ نمیدونم. بله انا این خیلی بهتر تشکر. در رو خبردار میشوی همین خیلی نه؟ چی شد کنی گپ زن؟ نمیشود با تلفن کیفیت نمیدهد. چی بود هست که کیفیت نمیداد؟ همان وقتی میگویم که تو رو بینم آنور خوبش حاضر خیسته زود به آفیس بیا صحبت میکنیم. شب نمیتوانم. شب در کشتی واخوری مهم دارم. در کشتی؟ واخوری مهم؟ کمتر پس همانجا میشوم. من انتظار. روز بخیر. حسابات ماهانه است؟ هم حساباتی که باید پرداخت کنیم. این چی است؟ این حسابات جواهرات. از نرخش معلوم است که خیلی انگشترین قیمت بها با الماس و بریلیانت است. معلوم است که مخصوص برای کسی خریداری شده است. بله همین خیلی است. باید تصدیق شود تا اینکه از حساب شما پرداخت کرده برای شود. پرداخت این از حساب من پرداخت نمیکنید. همین خیلی؟ بله از حساب پدرم پرداخت کنید. نشان داده شده است که انگشترین به شما تعلق دارد. من نخریدم انگشترین را. من خوش کردم و پدرم برای مادرم یک توفه ارزنده خریداری کرده است. من تنها کمک رساندم. فهمیدم. نفهمیدید. من خودم تا حال نفهمیدم. مردها چقدره که کیف و صفا کنند در هر طرف بعدی کیف و صفا باز به خانهشون برمیگردند. پدرم بعدی کیف و صفای دراز مدتش باید پرداختی کلان کند. همش همین. مرا ببخشی عثمان. خواهش میکنم. به فکر من در پایان کمی گذراندم. خودت رو گناهگار نشمار شهریه. من و شمسی وقتای آخر یکدیگرمان را هیچ نمیفهمیم. گناهگار نمیشمارم اما برای دیگر کس حیرانم. دیگر کس؟ ها؟ من گفتنیم که شب با این کس نبودی. معلوم که یگان نفر دیگر است. شمسی از برای خدا ایستا. خدایا توبه. یا اینکه این دختر مرا میکشد یا اینکه من رفته. گپ‌های بیهوده نزن. خدایا توبه. خوب نمیشود یک بار این خیلی گپ زنی. جورا جان یوسمان مرا قاتل میسازد. یا قاتل خودش یا قاتل خودم یا قاتل اون احمق ابله. سبب قاتل شدن گناهی وزنی یا آنکه دلی بد داشتن است. معلوم است که هر دویش در تو نیست. شیر بچه کمتر صبر کن جورا جان. خدایا توبه. گپ را خوب گوش نکرده در حال عاقبت بدیش را فکر میکنی. یاسمان دیگر به این خیل کارا خودش را آلوده نمیسازد. اینجا گپ دیگر است. حاضر میفهمیم. با کی زنگ میزنی؟ ایستا کمتر دیگر. خدایا توبه. ها چی شد؟ فخریه به من گوش کن. اگر دروغ گویی یا اینکه یگان نیرنگی دیگر کنی به خدا سرت را از تنت جدا میکنم. یاسمان در کجا بود وقتت آغاز شد؟ 1 2 3 در کاشانه حسن. به نزدیک نسرین رفته بوده. به خدا در آنجا بوده. چی میجوید نیمی شب در کاشانه حسن؟ کسی نگفته رفتیم. اگر امکی فیس فهمد به خدا ما رو میکشد.
با امکی فیض نمیرسونم خواهرم. من خودم فهمم بسنده ما است. از نصری قرضدار بودیم، برای دادن قرض رفتیم. تو چی فکر کردی؟ من از کجا دونم؟ دختری که در خونه یاسمن از خوب گپ نمیزند. من فکر کردم که یگان واقع شده است. کی بود است آن دختر؟ الله جهان کی باشد؟ خوش آمدی. در کجاست؟ در خانه یگان دختری نو است؟ کی بود است آن؟ شهریه. نفهمیدم. نامم را پرسیدی؟ نامم را گفتم. شهریه. بله پرسیدم. باید چند بار پرسم وگرنه فراموش میکنم. شهریه بود همین تو؟ بس است اکنون. یاسمان کی است این دختر؟ زود با من فهمون. جورا جان تو کمی مونده بود که یاسمان گفته عقلت رو خورده بوده. این کارت نادرست است. به خود بیا. راست میگویی. با فکر من باز یاسمان رو گناهگار شمردم. چیکار میکنی؟ با یاسمان زنگ میزنی؟ بله. خدایا توبه. ایشالله که جواب میدهد. حالا گویی که این دختری همسایه که نامش شهریه بود دختری خالای گلتر است همین خیل؟ خیریه تو مرو فهمیدی فخریه. واه شمسی زنگ میزنن. شهریه با او گفت که ما شب به بیرون بر آمده بودیم. جواب نده. الو؟ ما شب من از این نصری با کشونه حسن رفته بودیم. من با اونها همین خیل گفتم. مرا فهمیدی؟ با کشونه حسن. شمسی من میدونم که باز مرا گوش نمی کنی. باز با من آوازت رو بلند میکنی. اوزر میپرسم. یاسمون چرا خاموشی؟ مرا میشنوم شمسی تو رو گوش میکنم. گپ زن. وقتهای آخر من چیزی رو که سرم میگذارد رشکم رو زیاد میکنم. با خلاصه اومدم که تو رو دوست میدارم. سبب همه این نفهمی هم دوست داشتن است. شمسی اگر دیگر یگان گفتنی نداشته باشی تلفن رو قطع کنم. دارم قطع نکن. یاسمون من تو رو دوست میدارم. شمسی با یاسمان 5 سال میشود که تو رو دوست میدارم میگوی. زود باش به اتوبوس دیر میمونیم. زود باش. خدای توبه. دیر نمیمونیم. دیر میمونیم گفته من هم با تو میروم. اگر زیچ اوره برای چی زیر میشوم؟ با دخترون گپ نمیپرتویی. مایل از جورا جان باز چی میخوایی؟ یاسمان جانش رو خلاص کرد و من در بلا موندم. خدایا توبه. چه انگشترینی زیبا بود. با تو فهمانده نمیتوانم. تو هم وقت در دستی خاله اینجی میماند. روزی فاتحه انگشترین در دستی من خواهد شد. میدونم همشون مرا در نظر دارند. از دست اینجی ارجاگو و همسری مجید ارجاگو یعنی من. فاتحه حالا معلوم نیست. ما حالا برای شرکتی نه سر و کار گرفته ایم. انشالله که دیر دوام نمیکنه. بس بودگیست. برای خورسندی من بعضی ها رو حسد میبرد دوگانه. مایلش تلفن رو خاموش میکنم. بلین تو چخیل گفتم میتوانی که من به تو حسد میبرم؟ مایلش دیگر نمیگویم. انگشترینی بهترین بود گلو. حال اینها را بین. گلرو به تو چی شد؟ حالا یگان چیز نشده است مادر. اما اگر مجید با پیلین خانه دار نشود بعد میبینید که این آرزوهای شما چخیل همه ما را یردار میسازد.
یک باره شد چی کار کنیم دیگر؟ قسمتمون همین بوده است. با خیر گردیم. مرحمت. تشکر دخترم. نوشی جان. فرزند هست کلین؟ نفهمیدم. فرزند یک باره خانه دار شدی، البته یکون گپ هست. حامله دار شدی؟ این چی خیل قهوه رو هم تیار کرده نمیتوانی. گیرین رو یک ماهی دیگر انتظار شوید. اگر حامله نشود یک دکتر شناس دارم. به من گوش کن، مبادا کسل نباشی. به من دکان انداز. وای جورا جان، من با تو گفتنه دارم. همین دخترها با خودشان دوست داشته دارم، برای آن که باز نافهمی نشود. شمسی سلام. تو باز با مشنا آمدی؟ کار داشت. جهان اوزلم. از کدام فاکولته ای؟ از فاکولته بالاتر. جهان با من. شمسی با من بیا. احوالم بد می شود. با فکری من هم احوالت بد است. چند روز روی هم با مشق نآمد. اما من با شمسی گفتم که از مشقهایش دل ماند، ولی مرا گوش نکرد. هوش و خیالش برای یاسومن. شمسی حالو هم با یاسومن است؟ شمسی حتی در خوابش با یاسومن است. ما پیش شناس نشده بودیم؟ البته شده بودیم. دختران زیبا مرا در شب خوابشون میبینند. اسب سفید من در خواجگی مانده است. با سبب در راه مکتب زیاد بودن ماشین او را با خود نآوردم. سلام. برای چی به زنگ‌هایم جواب نمیدهی؟ انا جواب دادم کن. گوش کن. شب یک هدیه خوبی آماده می‌نمایم. مرا همراه نکن. گوش کن، اگر برای من یگان شب نشینی آماده کردنی باشی، خودت را زحمت نده. این برای تو نه، برای مجید. با من گویی که مجید شب در کجا میشود؟ الو. گوش کن. شب در کشتی میشود. او کاری مهمی داشته است آنجا. یعنی همین رو به تو گفتنی هستی؟ تو فقط را میتونی با یگان شب دیگر گذاری. میلش بگیر. باز گپ میزنیم. تا باز دید. خوش آمدی جورا جان. خوش باشی. زود گپ زن. چی گفتنی داشتی؟ از هیجان مردم. با تو یک خبری خوش و یک ناخوش دارم. از کدامش آغاز کنم؟ از کدامش که خواهی. خبری خوشی تو را دل من برداشت کرده نمیتوانم. بیا گذشته شو. خیر کنی گپ زن. با خانم شهریه آموخته شدی؟ فخریه آخری و نه آمد. وای خیلی درست. خودت رو احتیاط کن. باز همه گپ ها رو با وی نگویی. اما هم یگان بار نگفته بود که من دختر دارم. تو پرسیده بودی یگان بار؟ آخر 6 سال خانه دار بود. خودش هیچ چیز نگوید. تو باید میپرسیدی. خاله شما 6 سال خانه دار بودید، مگر شما فرزنددار نشدید؟ یاسومن شب چی کار میکنی؟ به نزد مجید ارجاغلو میروی؟ مجید ارجاغلو گفته؟ تو با مجید ارجاغلویی که ما میشناسیم با هم وفا میخوری؟ خندت را زن عروسی افسانوی. یاسومن این چی میگوید؟ مجید ارجاغلو باوری داری که اینها یک جای با میخورند؟ راست میگویی؟ یعنی چی علاقه دارد مجید ارجاغلو با یاسومن ما؟
هیچ بخوردن نمیتونن. گلتر لبایکا تو با پدر شهریار زنگ زدی؟ بله نزدم و فوت کرده است. چی؟ ما نشنیدیم. خدا جایش رو جنت کنه دخترم. اینجا هم خانه تو هست. تشکر. یعنی قصه گپ اویلای پیلین در خونه شما بودند. یک جای خوراک شام خوردید. دوامش رو نقل هم نکنی میشه. اگر گویی که دوامش رو نقل کنم مرحمت، لیکن خودت نقل کنی بهتر است. تخمین کرده نمیتوانم آنور. باوری ندارم. اگر اجازه دهی یک بار میسنجم. مرحمت. تو با پیلین خانه دار شدنی هستی. جورا جان تو با پیلین یک خیل عقیده دارید. بله. از کودکی با او عاشق بودم، لیکن از پشت تو شده یگان فرصت نداشتم با او حرف زنم. دیوانه. کنی گپ زن، چیزی گفتن میخوام و اگر مجبور میشوی گپ های تخمین کردن رو. آیا میدونی که سردار این شرکت بزرگ کی هستند؟ سلیم دیمیرخان و کریم ارجاوی. درست درش پیلین دیمیرخان و مجید ارجاوی. آره. خیلی خبری خوب. حالایی است. خبری از همه خوب رو نشونیده ای. یاسومان امشب به کشتی می آید. چی؟ یاسومان و من. قصه که همون شب تمام نشده بود امشب باید تمام کنیم.